فرشتگان در آسمان سرود خواندند و شبانان را راهنمایی کردند تا بروند و به آنچه که خدا انجام داده است شهادت بدهند. دوستان عزیز، در این حال بیاندیشید که تولد عیسی مسیح چقدر عادی و معمولی بود. او حتی جایی برای سر نهادن نداشت. در یک طویله در هیچ کجای دنیا تولد چنان اعجاب انگیز مورد توجه قرار نگرفته. والدین عیسی مسیح مردمی فقیر و از شهر و ده کوچک بودند. وقتی که یوسف و مریم از سفر طولانی به بیت لحم رسیدند، مردم یهودی خانه جهت اسکان به آنها ندادند، ولی اون که مریم حامله بود و عیسی مسیح در یک طویله و در میان گاوها و گوسفندان متولد شد، نه در یک بیمارستان یا در یک خانه تمیز و یا در یک خارمرسرا و یا حتی هتل. خیر، در یک طویله و در میان گاوها و گوسفندان متولد شد. تنها کسانی که آمدند و کودک را ستایش کردند شبانان فقیر بودند. به راستی چقدر اعجاب انگیز است. انتظار و طرز فکر ما این است که خدا این واقعه را برجسته تر می کرد. انتظار ما این است که همه انسان ها از خبر تولد مسیح موعود، این نجات دهنده عالم، به هیجان بیان. انتظار ما این است که برای تولد جشن بزرگی برپا می شد، ولی هیچ کس از تولد این بچه خبردار نشد. کتاب مقدس می گوید او در جهان بود و جهان به واسطه او آفریده شد و جهان او را نشناخت. به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند. با این حال دوستان، تولد عیسی مسیح نشانه عظمت و بزرگی او می باشد. این داستان به ما میگوید که شناخت عیسی مسیح چقدر برای جهان مهمه. او تنها یک نبی و یا یک معلم نیست، او فرزند خداست، پسر روحانی خدا.